در دنیای واقعی گاهی شخصیت‌هایی ظهور می‌کنند که از تخیلات تاریک‌ترین فیلم‌های جنایی هم فراتر میرن. ریچارد کوکلینسکی ملقب به آیسمن یکی از مشهورترین و مرموزترین چهره‌های جنایی تاریخ معاصر آمریکاست. اون خودشو مسئول مرگ بیش از 200 انسان میدونه. یک قاتل قراردادی بی‌رحم که سالها برای مافیا کار کرد و همزمان پدری خانواده دوست به نظر می‌رسید. در این برنامه به بررسی زندگی، جنایات و روانشناسی مردی می‌پردازیم که به درستی مرد یخی لقب گرفت. ریچارد کوکلینسکی در سال 1935 در محله فقیرنشین در نیوجرسی متولد شد. پدرش استنلی کارگر سختگیر و الکلی بود که خشونت فیزیکی بخشی همیشگی از زندگی خانوادگیش بود. مادرش آنا هم زنی مذهبی اما خشن و تنبیهگر نقش مستقیمی در شکلگیری شخصیت سرد و بی‌احساس فرزندش داشت. اون بعدها اعتراف کرد که اولین قتل خودش رو در سن 13 سالگی مرتکب شده. اونم صرفاً به دلیل تحقیر و توهین یک نوجوان همسن. ریچارد اونو با چوب بیسبال کشت و جسدش رو تو رودخونه رها کرد بدون هیچ احساس پشیمانی. از همون دوران نوجوانی نشانه‌های اختلالات رفتاری جدی و گرایش به خشونت در اون مشهود بود. پس از ترک مدرسه کوکلینسکی به جرایم خیابانی روی آورد. قاچاق، سرقت، توزیع فیلم‌های غیرقانونی و در نهایت قتل. عملکرد دقیق، خونسردی کم نظیر و نداشتن هیچ احساس گناهی باعث شد گروه‌های مافیایی به خصوص خانواده‌های گامبینو و دکووالکانته اونو به عنوان یک قاتل قراردادی جذب کنند. اون مأموریت‌ها رو با دقت، سرعت و بیرحمی کامل انجام میداد. کوکلینسکی بعدها اعتراف کرد که گاهی از روی عصبانیت و بدون هیچ انگیزه مالی هم مرتکب قتل شده. ریچارد تنها به کشتن افراد بسنده نمی‌کرد، بلکه در روش‌های قتل هم نوآوری داشت. اون از سلاح گرم، چاقو، سم، خفگی و حتی گازهای شیمیایی برای کشتار استفاده می‌کرد. در برخی موارد اجساد قربانیان رو در یخچال‌های صنعتی قرار میداد تا زمان دقیق مرگ مشخص نشه. این اقدام اون از سوی رسانه‌ها به عنوان نشانه‌ای از بیرحمی و خونسردی مطلق تلقی شد و لقب آیسمن یا همون مرد یخی از همینجا شکل گرفت. ریچارد در یکی از مصاحبه‌هاش با خبرنگار HBO میگه قتل برای من مانند انجام یک وظیفه بود. نه از آن لذت می‌بردم، نه متاسف می‌شدم. فقط انجامش می‌دادم. در کنار این چهره تاریک، کوکلینسکی در ظاهر زندگی آرام، با ثبات و عادی داشت. با همسرش باربارا ازدواج کرده بود. دارای 3 فرزند بود و در محله آرام زندگی می‌کرد. همسرش بعدها عنوان کرد که هیچگاه به حقیقت شغل همسرش شک نکرده و فقط میدونست در تجارت فعالیت داره. ریچارد در مراسم مدرسه فرزندانش شرکت میکرد. در مهمانی‌ها حاضر میشد و زندگیش کاملا نرمال به نظر میرسید. اما شب هنگام به فردی کاملا متفاوت تبدیل میشد. یک ماشین کشتار. با گذشت زمان پلیس فدرال آمریکا یا همون FBI برای دستگیری اون وارد عمل شد. مأمور مخفی به نام دومینیک پولیفری با نام مستعار وارد حلقه دوستان نزدیک کوکلینسکی شد و رابطه دوستانه با اون برقرار کرد. در یک عملیات کنترل شده، کوکلینسکی پیشنهاد قتل فردی رو پذیرفت و مأموریت جدیدی طراحی شد که طی آن مکالماتش ضبط شد. در نهایت در سال 1986 ریچارد کوکلینسکی بدون مقاومت توسط نیروهای FBI دستگیر شد. در لحظه بازداشت تنها جمله‌ای که گفت این بود: من فقط کاری را انجام دادم که از من خواسته شده بود. در زندان کوکلینسکی موضوع اصلی چندین مستند و تحقیق روانشناختی شد. برجسته‌ترین آنها مجموع مستندهای HBO و تحلیل‌های روانپزشک جنایی دکتر دزموند استون بود. از نظر دکتر استون، او مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا سایکوپاتی شدید و نقص کامل در همدلی انسان بود. اون در مصاحبه‌ها بدون هیچ نشانه‌ای از پشیمانی درباره قتل‌ها و روش‌های اجرایی آنها صحبت می‌کرد. حتی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن بود همسر یا فرزندانش را نیز بکشد گفت: اگر تهدیدی برای من بودند، قطعاً.
ریچارد کوکلینسکی به 5 بار حبس ابد محکوم شد و باقی عمر خود را در زندان گذراند. در سال 2006 درست چند روز پیش از آن که قرار بود علیه یکی از اعضای مافیا در دادگاه شهادت بده، به طور ناگهانی درگذشت. علت رسمی مرگ دلایل طبیعی اعلام شد. اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که ممکن است اون توسط مافیا کشته شده باشه. پرونده ریچارد کوکلینسکی فراتر از یک زندگی جنایتکارانه است. او نماد تضاد میان چهره اجتماعی و واقعیت پنهان فردی بیمار، پیچیده و خطرناک بود. او قربانی محیطی خشن بود یا محصول یک ذهن منحرف مادرزاد؟ پاسخ روشن نیست. اما قطعاً زندگی او نشان می‌دهد که هیولاها همیشه چهره ترسناک ندارند.